سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما پاراگرافی 13 را می‌آموزیم که این باب بخشیده می شود به فرمولای تریگونومتری اساسی. درس موضوع امروزی ما باشد و درس 34 راست میاد که این موضوع بخشیده شده است به مناسبت بین فونکسیون تریگونومتری یک کنج. بیایید یک چند فرمول اساسی و تعریف های اساسی را همراه شما دیده برایم. بگذار هنگامی به کنج A در اطراف نقطه O گردش کردن رادیوس OA رادیوس OB حاصل می شود. موافق تعریف سینوس آلفا یعنی که سینوس کنج آلفا به نسبت Y تقسیم رادیوس، کوسینوس آلفا به نسبت ابسیس و رادیوس که در اینجا X ابسیس نقطه B و Y اردینات نقطه آن، اردینات آن به R درازی رادیوس OA. از اینجا هنگامی یافتن X و Y ما چنین فرمول را پیدا میکنیم که X برابر R ضرب کوسینوس آلفا یا اینکه Y برابر R ضرب سینوس آلفا حاصل می شود. از بس که نقطه به دوره مرکزش ابتدای کوردینات تعلق دارد و رادیوس دوره R برابر می باشد، پس کوردینات آن مدل X کوادرات جمع Y کوادرات برابر R کوادرات را قناعت می کند. به جای X و Y ifade R کوسینوس آلفا و R سینوس آلفا را هنگامی گذاشتن فرمول R ضرب کوسینوس آلفا در کوادرات جمع R ضرب سینوس آلفا در کوادرات برابر R کوادرات یا اینکه R کوادرات ضرب کوسینوس کوادرات آلفا جمع R کوادرات جمع سینوس کوادرات آلفا برابر R کوادرات حاصل می شود. هر دو قسم برابری را هنگامی به R کوادرات تقسیم نمودن حاصل می نماییم. کوسینوس کوادرات آلفا جمع سینوس کوادرات آلفا با یک برابر است، یعنی که سوم کوادرات های کوسینوس و سینوس یک خیل آرگومنت با یک برابر است. همین طریق فرمولای دیگر را پیدا میکنیم. تانگنس آلفا به سینوس آلفا تقسیم کوسینوس آلفا، تانگنس آلفا باشد به کوسینوس آلفا تقسیم سینوس آلفا برابر است. فرمول سوم باشد تانگنس آلفا ضرب کتانگنس آلفا به یک برابر است و برابری سه چی طور به طور علاقمند بودن تانگنس و کتانگنس کنج آلفا را نشان میدهد. این برابری برای همان قیمت های آلفا که برایشان تانگنس آلفا و کتانگنس آلفا معنا دارد درست است. عینیت یک را اول به کوسینوس کوادرات آلفا بعد به سینوس کوادرات آلفا اعضا به اعضا تقسیم نمودن فرمول 4 نیز پیدا می شود که آن را چنین می نویسیم: یک جمع تانگنس کوادرات آلفا با یک تقسیم کوسینوس کوادرات آلفا و یک جمع کتانگنس کوادرات آلفا با یک تقسیم سینوس کوادرات آلفا برابر می شود. این فرمول ها را همراه شما در تخته الکترونی با طور پررنگی دیده می براییم. در تریگونومتری وابستگی بین آرگومنت ها چنین وابستگی دارد که آنها را ما چنین می نویسیم: یکم سینوس کوادرات آلفا جمع کوسینوس کوادرات آلفا با یک برابر است که این عینیت اساسی تریگونومتری نامیده شده. ما می توانیم طرف راست آن را به طرف چپ یا اینکه طرف چپ آن را به طرف راست برابر کنیم. از اینجا سینوس کوادرات آلفا برابر است به یک مینوس کوسینوس کوادرات آلفا یا اینکه کوسینوس کوادرات آلفا برابر است به یک مینوس سینوس کوادرات آلفا برابر می شود. فرمول دوم باشد تانگنس آلفا برابر است به سینوس آلفا تقسیم کوسینوس آلفا برابر می شود. فرمول سوم باشد کتانگنس آلفا برابر است به کوسینوس آلفا تقسیم سینوس آلفا نیز برابر است. پس هنگامی تانگنس آلفا را با کتانگنس آلفا ضرب نمودن فرمول چهارم عینیت تریگونومتری حاصل می شود که آن تانگنس آلفا ضرب کتانگنس آلفا با یک برابر می شود. فرمول پنجم یا عینیت اساسی پنجم تریگونومتری با یک جمع تانگنس کوادرات آلفا برابر است با یک تقسیم کوسینوس کوادرات آلفا و ششم باشد یک جمع کتانگنس کوادرات آلفا برابر است با یک تقسیم سینوس کوادرات آلفا برابر است. بیایید یکی از این فرمول ها را همراه شما اثبات کنیم. اثبات میکنیم که در حقیقت سینوس کوادرات آلفا جمع کوسینوس کوادرات آلفا برابر یک است.
برای اثبات کردن عینیت این فونکسی تریگونومتری ما باید در اول تعریف فونکسی تریگونومتری رو دانیم. خیلی که از روی سلاید ما میدونیم سینوس الفا این برابر است. اثبات میکنیم که در حقیقت سینوس کوادرات الفا جمع کوسینوس کوادرات الفا برابر 1 است. پس فرمولایی که در سلاید آورده بودیم چنین می نویسیم: سینوس الفا این برابر است به y تقسیم r، کوسینوس الفا باشد برابر است به x تقسیم r که از دوره واحدی ما حاصل کردیم و این چنین ما میدونیم که هنگام x کوادرات جمع y کوادرات بودن این به r کوادرات برابر می شود. ما باید اثبات کنیم که x کوادرات جمع y کوادرات به r کوادرات برابر است که در اینجا r کوادرات یعنی که رادیوس دوره واحدی به 1 برابر است. پس ما باید اثبات کنیم که x کوادرات جمع y کوادرات برابر 1 است. این فرمول رو به نظر گرفته از فرمولایی که در بالا موجود است سینوس الفا و کوسینوس الفا قیمت‌های x و y را موافقاً می‌یابیم. می‌نویسیم y برابر r ضرب سینوس الفا حاصل می شود، یعنی که از ifade دوم باشد x را می‌یابیم. x برابر است به r ضرب کوسینوس الفا حاصل می شود. x و y را با فرموله در بالا بوده میگذاریم و حاصل میکنیم r ضرب کوسینوس الفا در کوادرات و جمع در داخل قوس r ضرب سینوس کوادرات الفا سینوس r ضرب سینوس الفا در کوادرات باید برابر 1 را حاصل دهد. پس هر یکی قوس را به کوادرات در علیحدگی میبرداریم و آن را جمع میکنیم. در نتیجه حاصل میکنیم r کوادرات ضرب کوسینوس کوادرات الفا جمع r کوادرات ضرب سینوس کوادرات الفا برابر 1. یعنی که هنگام r کوادرات را همچون ضرب کننده عمومی از قوس برآوردن کوسینوس کوادرات الفا جمع سینوس کوادرات الفا برابر 1 حاصل می شود. در اینجا r به 1 برابر است. پس سینوس کوادرات الفا جمع کوسینوس کوادرات الفا برابر 1 می شود که این یکی از طرز های اثبات کردن فرموله یکمی فونکسیون تریگونومتری به حساب می رود که 6 فرمولایی که همراه شما ما نامبر کردیم باید کنچای آنها باید یک خیلی باشند. بیایید فرموله دیگر را نیز همراه شما اثبات کنیم. اثبات میکنیم که یک جمع تانگنسی کوادرات الفا با 1 تقسیم کوسینوس کوادرات الفا برابر است. برای اثبات کردن این ifade با جای تانگنسی الفا نسبت سینوس الفا تقسیم کوسینوس الفا رو میگذاریم. پس حاصل میکنیم یک جمع سینوس الفا تقسیم کوسینوس الفا در کوادرات برابر است به یک جمع هر یکی این ifade ها رو به درجه میبرداریم سینوس کوادرات الفا تقسیم کوسینوس کوادرات الفا، یعنی که با مخرج عمومی آورده حاصل میکنیم کوسینوس کوادرات الفا. از اینجا کوسینوس کوادرات الفا جمع سینوس کوادرات الفا حاصل می شود که این برابر است به 1 تقسیم کوسینوس کوادرات الفا که با ما طلب کرده شده بود که این عینیت رو اثبات کنیم. عیناً باقی مانده 4 عینیت های اساسی تریگونومتری عیناً همین طور اثبات کرده نیست می شوند. خوانندگان عزیز اکنون بیایید همراه شما یک چند مثال ها رو دیده براییم که آنها در پایان آورده شدند. مثال یکم. در شرط مثال یکم چنین آمده است: ifade را ساده کنید و چنین ifade های زیرین نوشته شدند: سینوس کوادرات الفا مینوس 1. برای ساده کردن این ifade به جای علامت 1 ما عینیت اساسی تریگونومتری را میگذاریم. پس سینوس کوادرات الفا مینوسی در داخل قوس باشد سینوس کوادرات الفا
جمع کوسینوس کوادرات الفا را حاصل میکنیم. در نتیجه تبدیل دادن آن چنین ifade را حاصل میکنیم. سینوس کوادرات الفا مینوس سینوس کوادرات الفا مینوس کوسینوس کوادرات الفا. هنگام اختصار نمودن این دو ifade به ifade مینوس کوسینوس کوادرات الفا برابر میکنیم که این مثال A به حساب می رود. مثال B را دیده می براییم. در شرط مثال B چنین آمده است: سینوس کوادرات الفا جمع دو کوسینوس کوادرات الفا مینوس یک را باید ساده کنیم. برای ساده کردن این ifade چه خیلی از این ifade معلوم است. سینوس کوادرات الفا مینوس یک را ما میتونیم در داخل قوس نویسیم سینوس کوادرات الفا مینوس یک و جمع دو کوسینوس کوادرات الفا حاصل می شود. در این حالت داخل قوس سینوس کوادرات الفا مینوس یک به مینوس کوسینوس کوادرات الفا برابر است، یعنی که جمع دو کوسینوس کوادرات الفا حاصل شده. مینوس کوسینوس کوادرات الفا جمع دو کوسینوس کوادرات الفا با ما کوسینوس کوادرات الفا را میدهد که این نتیجه مثال B به حساب می رود. و را دیده می براییم. در شرط مثال و طلب کرده می شود که ifade یک مینوس سینوس الفا ضرب یک پلوس سینوس الفا را ساده کنیم. برای ساده کردن این ifade موافق فرمول ضرب مختصر یعنی A مینوس B یا اینکه A پلوس B قوس ها را گشاده حاصل می کنیم. یک کوادرات مینوس سینوس کوادرات الفا که این برابر است به یک را به درجه دو برداریم یک حاصل می شود. مینوس سینوس کوادرات الفا حاصل شد. از یک سینوس کوادرات الفا را گیریم با کوسینوس کوادرات الفا برابر می شود که این مثال و به حساب می رود. مثال گ را دیده می براییم. در شرط مثال گ چنین آمده است: کوسینوس کوادرات الفا جمع در داخل قوس یک مینوس سینوس کوادرات الفا. می نویسیم کوسینوس کوادرات الفا جمع یک مینوس سینوس کوادرات الفا. طلب کرده می شود که این ifade را ما ساده کنیم. خیلی که معلوم است در داخل قوس یک مینوس سینوس کوادرات الفا داده شده است که آن با کوسینوس کوادرات الفا برابر است. پس این را به نظر می گیریم و می نویسیم کوسینوس کوادرات الفا جمع کوسینوس کوادرات الفا. از بس که این دو ifade ها مانند می باشند پس دو کوسینوس کوادرات الفا حاصل می شود که با ما طلب کرده شده بود. این است مثال یکم موضوع امروزه. همراه شما مثال من بعد را دیده می براییم. در شرط مثال دوم چنین آمده است: ifade را ساده کنید و چنین ifade به ما داده می شود: یک مینوس سینوس کوادرات الفا تقسیم کوسینوس کوادرات الفا. طلب کرده می شود که ifade زیرین ساده کرده شود. برای ساده کردن این ifade چه خیلی که معلوم است به جای عدد یک عینیت اساسی تریگونومتری را می گذاریم. سینوس کوادرات الفا جمع کوسینوس کوادرات الفا مینوس سینوس کوادرات الفا تقسیم کوسینوس کوادرات الفا را می نویسیم. به تغییر می نویسیم. پس هنگام صورت را تبدیل دادن از اینجا اختصار را اجرا می کنیم. سینوس کوادرات الفا با سینوس کوادرات الفا اصلاح می شوند. در صورت کوسینوس کوادرات الفا در مخرج نیست کوسینوس کوادرات الفا باقی می ماند که این به عدد یک برابر است. مثال سوم را دیده می براییم. در شرط مثال سوم چنین آمده است: ifade را تبدیل دهید و دو ifade به ما داده شده است. مثال سوم تانگنس الفا ضرب کتانگنس الفا مینوس یک. در شرط مثال B باشد
جمع یک طلب کرده می شود که این افاده ها ساده کرده شوند. برای تبدیل دادن این افاده ها خیلی که معلوم است فرمولای عینیت های اساسی تریگونومتری را استفاده برده حل میکنیم. یعنی در فرمولای تانگنس الفا ضرب کاتانگنس الفا ما عددی یک را حاصل کردیم. پس به جای حاصل ضرب تانگنس الفا و کاتانگنس الفا یک را میگذاریم. از یک را ترک نماییم عددی 0 حاصل می شود. تانگنس الفا ضرب کاتانگنس الفا را در مثال دوم عیناً این فرمولا را استفاده می کنیم و از اینجا کاتانگنس الفا را با یک تقسیم تانگنس الفا برابر میکنیم. یعنی به جای مخرج کسر یک تقسیم تانگنس الفا رو میگذاریم. تانگنس الفا تقسیم یک تقسیم تانگنس الفا جمع یک حاصل می شود. در نتیجه تانگنس الفا را با یک تقسیم تانگنس الفا تقسیم نمودن تانگنس کوادرات الفا حاصل می شود. آن با یک جمع کرده شده است. هنگامی با تانگنس کوادرات الفا یک را جمع نمودن یک تقسیم کوسینوس کوادرات الفا حاصل می شود که با ما طلب کرده شده بود که قیمت این افاده یا که افاده را تبدیل دهیم. مثال چهارم را دیده می براییم. در شرط مثال چهارم چنین آمده است: معلوم است که پی تقسیم دو خورد از الفا و خورد از پی اگر کوسینوس الفا به مینوس 0.6 برابر باشد آنگاه سینوس الفا را یابید. مثال چهارم می نویسیم. در شرط مثال چهارم چنین آمده است: پی تقسیم دو خورد از الفا و خورد از عدد پی و هنگامی کوسینوس الفا برابر مینوس 0.6 باشد آنگاه قیمت سینوس الفا حساب کرده شود. برای حساب کردن قیمت این افاده ما باید عینیت اساسی تریگونومتری را استفاده بریم. خیلی که معلوم است با ما معلوم است که پی تقسیم دو خورد از الفا خورد از پی این کنج در کنج چارکی دوم می خوابد. چارکی کنج چارکی دوم می باشد. پس این را به نظر می گیریم و سینوس الفا را در چارکی دوم می یابیم. خیلی که معلوم است سینوس الفا در چارکی دوم با واسطه دوره واحدی وقتی که ما نشان میدهیم سینوس الفا در چارکی یکم و دوم مثبت است. پس با ما قیمت سینوس الفا در چارکی دوم طلب کرده می شود که قیمت این فونکسیون در چارکی دوم مثبت است. پس می نویسیم سینوس الفا در این چارک مثبت است. فرمولای سینوس کوادرات الفا جمع کوسینوس کوادرات الفا برابر یک را استفاده برده سینوس کوادرات الفا را میابیم که آن به یک مینوس کوسینوس کوادرات الفا برابر است یا خود سینوس الفا برابر است به پلوس مینوس ریشه از یک مینوس کوسینوس کوادرات الفا. از اینجا سینوس الفا مثبت به عدد مثبت برابر است. پس سینوس الفا برابر است به یک مینوس کوسینوس کوادرات الفا برابر می شود. این فرمول را استفاده کرده قیمت عددی آن را میابیم. همینطور سینوس الفا برابر است به ریشه کوادراتی از یک مینوس کوسینوس کوادرات الفا. به جای قیمت کوسینوس الفا قیمت موافق آن را میگذاریم یک مینوس 0.6 در کوادرات. در نتیجه حاصل میکنیم برابر ریشه کوادراتی از یک مینوس 0.6 را به کوادرات برداریم 0.36 برابر می شود. هنگامی از یک 0.36 را ترک نمودن 0.64 حاصل می شود که قیمت عددی آن به 0.8 برابر است. برای مستحکم کردن موضوع امروزه به شما یک چند مثال ها پیشنهاد کرده می شود که آنها را باید اجرا نمود. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. تا درس آینده موفق باشید.